هلو، سلام، من مینام، رتبه 2 ارشد کارگردانی و جالبه بدونین که فقط رتبه 1 و 2 از ارشد کارگردانی دانشگاه تهران قبول شدم. اول میخوام یک شمای کلی از این ویدیو بگم که میخوام راجع به چیا صحبت بکنم. این ویدیو خودش یک حالت فهرستی داره برای یک سری از ویدیوهایی که قراره بسازم که به گمون خودم بتونم توی 4 تا ویدیو کوتاه تمومش کنم و موضوعشون همونطور که قابل حدس بوده کنکور ارشد خواهد بود، به خاصه رشته خودم دیگه، کارگردانی. ولی خب اینطوری نیست که بگیم این ویدیوها فقط به درد بچه‌های کارگردانی میخوره، چون از یک سری مباحث بیسیک خواهیم گفت و یک سری مباحث کلی که میتونه به درد اصلا همه کسایی که میخوان شروع کنن واسه کنکور ارشد بخونن به دردشون بخوره. حالا به خاصه در درجه اول بچه کارگردانی، در درجه دوم بچه بازیگری. چون که ببینید شما، من خودم به خاصه برای کنکور بازیگری زیاد نخوندم، خب ولی از اون جایی که مطالبی که برای کارگردانی وجود داره همپوشانی داره یه قسمتیشون با مطالبی که برای بازیگری وجود داره، میتونین رتبه قابل توجهی بیاریم. مثلا من رتبم 20 شد. خب در درجه سوم میتونه به درد کسایی بخوره که کلاً میخوان ارشد هنر بدن، خب و بیشتر بچه‌هایی که خب گرایششون سینما تئاتر دیگه، حالا فرق نمیکنه از سینما تا عروسکی. برای همه‌شون بیشک نکات مهمی گفته خواهد شد که اگه بدونین بیشک مسیر روشن‌تری رو خواهید پیمود. من نمیدونم چرا دارم این همه ادبی و رسمی صحبت میکنم، اما فعلا پیش میرم، امیدوارم که یخم آب شه، بهتر شه این قضیه. امروز از سم گسستم اگه بانو پر شکستم و به پرتگاه غم رسیدم. خب حالا بریم سراغ اون 4 تا ویدیویی که گفتم قراره با هم داشته باشیم و یکی یکی بگم که موضوعشون قراره چی باشه. خب اولین ویدیو ما، یعنی اولین ویدیو بعد این ویدیو 0، موضوعش گرایش ها و ضریب ها خواهد بود. ببینید قاعدتا شما وقتی برای یک رشته ثبت نام میکنید، فرق نمیکنه اصلا مهندسی باشه، علوم پایه باشه، رشته های مدیریتی باشه، گرایش هایی در مقابل شما گذاشته میشه که شما طبق سلیقتون، استعدادتون، علایقتون میان گرایش مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. حالا گروه سینما تئاتر هم از این بحث جدا نیست و گرایش‌های مختلفی توی گروه سینما تئاتر وجود داره که بهتره که، یعنی بیس کار اینه، خشت اول اینه، خب که شما بدونین چه گرایشی میخواین، تصمیمتون رو بگیرین قبل شروع مسیرتون که من گرایش کارگردانی میخوام، بازیگری میخوام، عروسکی میخوام، سینما میخوام. خب حالا به تفصیل در ویدیو مربوط به خودش راجع به هر کدوم از گرایش ها صحبت میکنم. بعد انتخاب گرایش مورد علاقتون میریم سراغ ضریب های اون گرایش. ببینید هر گرایشی معمولاً 4 تا درس داره که حالا با آزمون عملیش میشه 5 تا، ولی سر جلسه کنکور شما باید 4 تا درس رو بخونید و برای کل یک رشته، یعنی یک گروه، یک دفترچه میدن دست شما سر جلسه کنکور. یعنی فرقی نمیکنه تو برای سینما خونده باشی یا عروسکی، یک دفترچه میذارن جلوت و این تویی که باید از روی تایتل درس هات بری سراغ همون درسی که برات ضریب داره بزنی. خیلی از بچه‌ها تا دفترچه کنکور میاد سراغشون، از اولین درس که زبان باشه تا آخرین درس همینجوری میزنن. بعد خیلیاشون هم وقت نمیارن، میبینی یهو درسایی که اصلا برای رشتهش ضریبش 0 بوده رو وقت گذاشته زده، درسی که ضریب 3 بوده رو
وقت نرسونده بزنه. بنابراین اینجا این مسائل مهم میشن که منابع رشته‌تون رو بشناسین، بعد شناخت منابع ذرایب هر منبع رو بشناسین که طبق اولویت بندی منابعتون و اونایی رو بیشتر بخونین که ضریب بیشتری دارن دیگه قاعدتاً. حالا راجع به این تو ویدیو مربوط به خودش صحبت میکنم. الان اینجا فقط یک شرح کوچیکی بود که بگم که قراره ویدیو بعدی چیکار کنیم. قسمت بعدی که میشه راجع به کارگردانی. خب بالاخره بخوای شبیه ما باشی باید فرق کنی یا نه؟ شاعر میفرماید. دیدی گفتم بهتر میشم. و راجع به ویدیو دوم و سوم این 4 ویدیو راجع به کارگردانی خواهد بود. حالا چرا 2 بخش شد؟ همونطوری که قبلا هم اشاره کردم یه قسمتی از کارگردانی همپوشانی داره با بازیگری. حالا من قسمت اولش رو بیشتر راجع به کارگردانی حرف میزنم، چیا بخونیم چیا نخونیم، هر چیزی که لازم باشه رو میگم، اصلا نگران نباشین. و چون این طولانی خواهد بود 2 تا ویدیو براش اختصاص دادم، چون یک بخشی هم قرار راجع به بازیگری صحبت بشه. این هم ویدیو دوم و سوم که میخوام بیشتر توی تعلیق بذارمش چون بسیار بسیار جذابه برای خودم. و ویدیو آخر این سری راجع به آزمون عملی خواهد بود. حالا این اسم مصطلحه که بهش میگن آزمون عملی، لزوماً آزمون پرکتیکالی نیست. انگار یک درستون از کنکور جا افتاده و شما اون درس رو بعداً امتحان میدید، امتحانی که تشریحیه. حالا بیشتر این رو برای کارگردانی دارم میگم، مثلا آزمون عملی بچهای بازیگری واقعاً عملیه، یعنی اون حالت پرکتیکال رو داره که راجع به آزمون عملی گرایش‌های مختلف صحبت خواهیم کرد و راجع به آزمون عملی خود کارگردانی هم خواهم گفت که امیدوارم بشه توی یک ویدیو تمومش بکنم. یعنی اگه کم بگم میشه، ولی اگه بخوام به تفصیل بگم احتمالاً بیشتر از یه ویدیو بخواد. اما اصلا نگران نباشید، هر چیزی که لازم باشه رو من قبل آزمون عملی سال بعد، یعنی ارشدی که پیش رومونه، میام و میگم، دوباره مرور میکنیم همه چی رو، نمایشنامه هایی که برای سال خودمون معرفی شده بود رو تشریح میکنم که بفهمید، بدونید، متوجه بشید که چطوری باید رفتار کنید با سوال ها سر جلسه آزمون. و حتی یک حالت ورکشاپ توری هم شاید باشه برای نمایشنامه هایی که سال جدید قرار معرفی بشن و تک تک نمایشنامه ها رو بررسی بکنیم. خب این بود شمای کلی ویدیوهایی که قراره با هم داشته باشیم و این ویدیو گفتم یک حالت فهرستور و معرفی داشت که ببینیم ایستگاه ها کجان و قراره کجا بایستیم و عمیق بشیم. بله سلام، 10 کلاس داریم؟ من 5 دقیقه اگه به من وقت بدین تمام میکنم. مرسی، ممنونم. خب من فقط 5 دقیقه وقت دارم چون بچه ها اینجا تمرین دارن. زودی قسمت پایان بندی رو هم بگم و ببندم. ببینید من وقتی واسه کنکور ارشد شروع کردم بخونم، خب هیچ کدوم این دیتا ها رو نداشتم و خودم با آزمون و خطا تک تکشون رو به دست آوردم. بنابراین همچین اطلاعاتی برای کسی که میخواد پای در این مسیر بذاره واقعا میتونه ارزشمند باشه. خب و نه فقط برای بچه های کارگردانی، بلکه برای بچه های بازیگری، برای تک تک گرایش های سینما، تئاتر. یا اصلا فرض کنید کسی که مثلا کارشناسیش تئاتر بوده ولی یک گپی افتاده و حالا میخواد بیاد سراغ ارشد، حالا دیگه اون جو دانشگاهی رو نداره، استاداش رو نداره، دوستاش رو نداره و دور افتاده از این مسئله و این مطالب قشنگ میتونن به دردش بخورن که بدون قضیه از چه قراره. یا چه میدونم یکی که توی شهرستانه و توی دانشگاه‌های بزرگ نبوده، همه این اطلاعات میتونه به دردش بخوره.
مثلا کسی که دانشگاه تهران بوده کارشناسیش، خب هر موقع اراده کنه میتونه بره با ارشد رشته خودش صحبت کنه و کلی راهنمایی بگیره، چون همه بچه‌هایی که اینجا خفنن، همه رتبن، همه نخبن، حالا تعریف از خود نباشه، ولی همه این اطلاعات رو من سعی میکنم که به صورت کلاسیفاید در اختیار کسانی که به دردشون میخوره قرار بدم و به نظر خودم که جذابه. امیدوارم که خوب و سلامت پیش بریم. بای بای.